حکومت تاجیکستان بیش از 70% نارسایی بودجه دولتی را از حساب جلب قرضهای داخلی و بیرونه، همچنین گرانت‌های نهادهای بین‌المللی مالیوی روی پوش کردن است. با این مقصد حکومت در نقشه دارد جلب قرض و گرانت‌ها را از سازمان‌های بین‌المللی مالیوی در حجم 150 میلیون سومانی به راه ماند. با 100 میلیون سومانی دیگر برای روی پوش کردن کمبود بودجه از حساب فروش وکسل‌های خزینه‌داری پیش بینی شده است. حد نهایی نارسایی بودجه در سال آینده در حجم 0.4% مجموع محصولات داخلی نزدیک 350 میلیون سومانی معادل 36 میلیون دلار مقرر شده است. همچنین برای روی پوش کردن نارسایی بودجه جلب مبلغ‌ها از حساب درآمد از خصوصی گردانی، اجاره مالکیت جمهوریوی و فایده از سهمیه‌های دولتی، واسطه‌های آزاد بودجه جمهوریوی به حالت 1 ینوری سال 2020 صرفه مبلغ از تندرهای خرید دولتی محصولات، کار و خدمت رسانی بر زیاد اجرا کردن نقشه درآمدها در بودجه‌های محلی پیش بینی شده است. حجم عمومی درآمدها در بودجه دولتی سال 2020 به مبلغ بیش از 26 میلیارد و خراجات 26.4 میلیارد سومانی مقرر شده است.